بریم ببینیم پیپ چیه، ورزش هر یه پیپ چجوری محاسبه میشه. با من همراه باشید. سلام دوستان، حامد نیک هستم از تیم بسپارکس. خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. خب همونجوری که اکثر شماها هم میدونید، پیپ مخفف پوینت این پرسنتیجه، یعنی کوچکترین واحد شمارش جفت ارزها. البته خب تو جفت ارزهای مختلف تفاوت داره. مثلا تو اکثر جفت ارزها رقم چهارم بعد اعشار هر تکونی که بخوره ما یه پیپ افزایش یا کاهش قیمت داریم. فرض کنید یورو یو اس دی اگه باشه 1.1880 بشه 1881 یه پیپ افزایش قیمت داره، بشه 1879 یه پیپ کاهش قیمت پیدا کرده. ولی جفت ارزهایی که توش ین داره معمولا دو رقم بعد اعشار داریم. فرض کنید پوند ین قیمتش 138.40، اگه بشه 41 یه پیپ افزایش قیمت داشتیم، اگه بشه 39 یه پیپ کم شده. پس جاهایی که ین داریم دو رقم بعد اعشاره. یا توی گلد یا طلا اینجوری حساب میشه. فرض کنید که قیمت 1845.5، اگه بشه 1845.6 یه پیپ افزایش قیمت داشتیم و اگه بشه 14 خب یه پیپ کاهش قیمت داشتیم. خب خیلیاتون الان میگید که یه رقم بعد اعشار، یعنی مثلا اون 4 تایی‌ها توی یه سری بروکرها 5 رقم بعد اعشار داره، توی ین 3 رقم داره، توی طلا هم 2 رقم. اون آخریه پیپته که ارزشش انقدر کوچیکه اصلا نمیارزه حساب کتاب بکنین، بر همین ذهنتون اصلا درگیرش نکنید. اما وقتی قیمت جفت ارزها رو شما نگاه بکنید، تفاوت قیمت خرید و فروش داریم. یعنی زمانی که شما میخواید برید توی متا تریدرتون یه معامله رو انجام بدید، میبینید که دو تا قیمت داره، اسک و بید. به این اختلاف قیمت ما میگیم اسپرد یا کارمزد. این تفاوت مقدار پیپ ارزشش بر اساس خرید شما محاسبه میشه و تو جیب به قول معروف بروکر میره و سود بروکر به خاطر خدماتی که در اختیار شما میذاره از این اسک و بیده. مثل صرافی خودمون که شما وقتی دلار میخواید بخرید یا بفروشید تفاوت قیمت داره که این تفاوت قیمت ها سود صرافه. اما حالا بریم حساب بکنیم ببینیم که هر یه پیپ چند دلار میارزه. ما چجوری بفهمیم که الان 3 پیپ سود کردیم چند دلاره یا هر یه واحد چند دلار میارزه؟ یه روش خیلی ساده میگم، اصلا نمیخوام وارد فرمول و این داستانا بشم چون ذهنتون درگیر میشه. اتفاقی که برای من افتاد و هفته ها حساب میکردم که این لات چیه، این پیپ چیه، پس چرا اینقدر دلار شد، خیلی داستان داشت. یه فرمول خیلی ساده بهتون میگم. شما زمانی که یه لات ترید میکنید هر یه پیپ تکونش معادل $10. پس اگه شما 1/10 لات ترید بکنید هر یه پیپ میشه چقدر؟ $1. و اگه شما 1/100 لات ترید بکنید هر یه پیپ هر تکونش میشه چقدر؟ $0.1. اما این برای شرایطیه که ارز دوم ما دلار باشه، مثل یورو به یو اس دی، یعنی ارز مقابلمون دلار باشه و واحد محاسبات بروکر شما هم دلار باشه، یعنی خروجی هر چقدر سود و ضرره به شما داره دلار میده. اما حالا فرض بکنید که ارز دوم دلار نباشه، مثلا یو اس دی کت باشه، دلار ارز پایه باشه یا ارز اولمون باشه. خب خیلی ساده است. همون جدولی که بهتون گفتم، اگه میخواید ببینید هر یه پیپش چقدر میارزه، فرض کنید یه لات یو اس دی کت ترید کردید. خب ما میایم چیکار میکنیم؟ اگه تو حالت عادی بود، یعنی دلار سمت دوم بود، میگفتیم خب هر یه پیپش $10 میارزه. ولی حالا که سمت اوله، شما $10 رو تقسیم بر نرخ برابری این جفت ارز تو اون لحظه میکنید. فرض کنید الان یو اس دی کرد 1.2981. خب 10 تقسیم بر 1.2981 میشه $7.7. یعنی هر یه پیپ تکون یو اس دی کرد الان $7.7 میارزه و به همین نسبت برای حالا 1/10 لات و 1/100 لات یه رقم اعشار خب کمتر میشه. اما حالا فرض بکنیم یه جفت ارزی داریم که اصلا دلار هیچ سمتش نیست، مثل یورو پوند. میخوایم ببینیم که هر یه پیپش چند دلاره. خب ما میگیم یه لات یورو پوند ترید میکنیم
خب میشه چی؟ طبق فرمولی که الان بهتون گفتم 10 یورو رو، چون که یورو سمت اوله، هر یه پیپش میشه 10 یورو، ولی 10 یورو تقسیم بر نرخ برابری یوروپون تو اون لحظه. فرض کنید الان نرخ برابریشون 89 صدمه، یعنی 0.89 2 0. خب 10 رو تقسیم بر 89 صدم بکنی میشه 11.23 صدم یورو. خب همون لحظه نرخ برابری یورو یو اس دی هم داریم. فرض کنید یورو به دلار الان 1.1961. خب پس واحد دلاریش میشه چقدر هر یه پیپ؟ ما میایم 1.1961 رو ضرب در 11.23 یورو میکنیم که میشه هر یه پیپ 13.43 صدم دلار برای هر یه لات. اما توصیه من اینه که خودتون رو خیلی درگیر این فرمولا نکنید. متوسط هر یه لات یه پیپ تکون 10 دلار مثبت منفی حالا 2-3 دلار بالا پایینه، یا 0.1 لات ترید بکنید هر یه پیپ حدوداً 1 دلار بالا پایینه. البته یکم برای مثلا دوستانی که از بورس میان توی فارکس این مفاهیم سخت‌تره، چون ما اینجا حجم داریم و حجم وارد معامله میکنیم، ولی خب توی بورس طرف مثلا 100 میلیون داره 30 میلیون سهام میخره، با افزایش و کاهش قیمت میفهمه که الان چند تومن پول داره و درک این مفهوم حجم یکم سخته. ولی طبق این فرمولایی که سعی کردم ساده باشه خیلی راحت متوجه میشید که الان هر یه تکون نمودار چند دلار میتونه به شما سود برسونه. خیلی ممنون که با من همراهید. لطف کنید لایک بکنید، کامنت فراموش نشه. دوستتون دارم. وقتتون بخیر.